یا چطور من جواد اکسد هستم. خیلی خوش آمدید. ببینید من آقا امروز اومدیم بریم بویاپس جدید رو بخریم و همین دیگه بریم توی بویاپس ببینیم که کدوم یکی بویاپس بزنیم. الان بریم یه بررسی بویاپس داشته باشیم. این گانا هست این واسه دنس و این رو چیزا هم که همه بویاپس همراهش یعنی به ما میده و این یه واسه اسم و این رو چیزا. میریم جلو یه دونه اسکیت بورد میده با یه دونه کرکتر دلخواه که خودمون میتونیم انتخاب کنیم و میریم جلو یه دونه اسکین ماشین میده و بعد دیگه یه دونه نید میده و یه دونه اسکیت بورد میده بهمون که خوبه. بعد همون گانر دائمی میده با یه دونه پروفایل و میریم جلو سر یه دونه اسکین داس یا همون داس از اسرائیل رو به ما میده که اینم از این و یه دونه پیراهن به ما میده، یه دونه بگ به ما میده و این من از این خیلی خوشم آمده این لوت باکس و یه دونه اسکین یخ خیلی خفن به ما میده و میریم جلو یه ستی هم به ما میده که به نظر من اوکیه ولی خب من زیاد خوشم نمیاد از سته، ولی خب هم دیگه بریم بخرم. let's go. خب این از این و بله بیا پس جدید رو هم گرفتیم و همین دیگه نمیشه بیلکی نشد داد و بله بویاپسم باز شد و سومین بویاپس اکانتمون و همین دیگه و یه لحظه بریم و همین الان موندیم. خب گایز خوش اومدین به ویدیو من. تا ویدیو دیگه فعلا خدا نگهدار.